نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. تشکر میکنم از محمد عزیز از استرالیا به خاطر تصاویری که فرستادی. تصاویر مربوط میشه به متروی تهران و صحنه های مضحک استقرار یک مشت آخوندچه. محمد در توضیحش نوشته که اینها موضوع حسرت و افسوس کسانی است که در ایران نیستند و از این صحنه های خنده‌دار و مضحک محرومند. ناصر احمدی عزیز فیلم صحبت‌های احمدی نژاد در مورد هزینه کاشت و برداشت سیب زمینی رو برامون فرستاده و خواسته که در صورت امکان پیرامونش قطعات طنزی هم تولید بکنیم و سوال کرده که آیا این یارو واقعا اینقدر احمقه؟ اجازه بدید که جواب این سوال رو به بینندگان عزیزمون واگذار بکنیم. محمد رضا تصاویری فرستاده تحت عنوان تصاویر نایاب و ناب از ایران. خیلی ممنونیم بابت تصاویر طنزی که محمد رضا عزیز فرستاده بودی. کوروش آریامنش، امیدوارم موفق شده باشی که مشکل رو که باهاش مواجه بودی حل بکنیم. ما هم تلاش می‌کنیم که با ارسال قطعات طنز پیکشادی در این زمینه کمکی کرده باشیم. حمید ضیایی طنز بسیار قشنگ رسید، حتما استفاده می‌کنیم. خیلی ممنون. دوستان گرامی مسلم جمشیدی، پاتریس، کریم، فریبرز ممتحن، شهلا ابراهیمی، خیلی ممنون بابت قطعات طنزی که فرستاده بودید، کاریکاتورها و متون و سناریوهای جالبی که ما رو باهاش در حقیقت پشتیبانی کردید و آرزو میکنم که به این کمک خودتون باز هم ادامه بدید. دوستان گرامی بهروز و منیژه از ارومیه ضمن ابراز لطف که ما رو شرمنده کرده بودید درود فرستادن به همه هموطنانی که در جریان تدارک تظاهرات بزرگ علیه حضور پاسدار احمدی نژاد در نیویورک هستند. اجازه بدید دوستان عزیز که ما با شما همراه بشیم در این درود به همه هموطنانی که این تلاش بزرگ رو دارن سازمان میدن و براش آماده میشن و اون رو پی میگیرن.